سلام دوستان، من میلاد لواسانی هستم از مجموعه دیجیت پرینت. با ما همراه باشید برای بررسی سری پرینترهای لیزری 426. سری پرینتر 426 داره سه مدل 426 FDN، 426 FDW و 426 DW. 426 DW سه کاره این دستگاه هستش، یعنی قابلیت فکس رو دیگه نداره، قابلیت پرینت اسکن کپی. 4 کاره این دستگاه قابلیت پرینت اسکن کپی فکس و یه تفاوت دیگه که با هم دیگه دارن، پرینتر لیزری 426 DW قابلیت درو اسکن کردن و درو کپی کردن رو نداره. دستگاه 426 FDN یا سری پرینترهای 426 دارای نمایشگر تاچ هستن، نمایشگر لمسی داره، دسترسی به تمام منو رو بر شما راحت‌تر می‌کنه. از مزیت‌های پرینتر لیزری 426 میشه به سینی ورودیاش اشاره کرد. سینی ورودی 1 که 100 برگ ظرفیت داره، سینی ورودی 2 که 250 برگ ظرفیت داره. کاتریج سازگار این دستگاه رو میشه مثال زد. کاتریج این سازگار این دستگاه 26A که حجم چاپ 3000 برگی داره. 26X هم میتونید برای این دستگاه تهیه کنید که ظرفیت هولوش 6000 برگی داره. کپی و اسکن پرینتر لیزری 426 به صورت دستی و تک‌برگ در دسترستونه با قسمت شیشه و قسمت بالای دستگاه بعد به صورت چندبرگ یا پشت سر هم میتونید درو و تک‌رو کپی یا اسکن بگیرید. این پرینتر به دلیل ظرفیت بالای سینی ورودی کاغذش و حجم چاپ بالای کاتریجش و سرعت بالای خود دستگاه و سرعت بالای اسکنر باعث شده که این دستگاه جزء پرینترهای پرطرفدار و پرمصرف HP باشه. ممنونم تا اینجای ویدیو ما رو همراهی کردید. برای تهیه این محصول میتونید به سایت دیجیت پرینت سر بزنید و با گارانتی این دستگاه رو تهیه کنید.